یه سیم پیچ دور هسته هسته داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ کنتاکتور. واسه بعضی بهش میگن کنداکتور. سلام. کنتاکتور یک کلید الکترومغناطیسی و مکانیکیه که برای قطع و وصل جریان تو صنعت استفاده میشه. بوبین به دور یک هسته فلزی قرار داره. با اتصال برق به بوبین حالت مغناطیسی هسته تیغه اصلی رو به سمت خودش میکشه و این تیغه ورودی به خروجی رو وصل میکنه و جریان برقراره. اما ویژگی کنتاکتورها چیه؟ یکی از ویژگی‌های خوبشون اینه که شما میتونید اونها رو از راه دور قطع و وصل کنید. موضوع بعدی اینه که شما با یک جریان و ولتاژ خیلی کم میتونید یک جریان و ولتاژ بسیار بالا رو قطع و وصلشون کنید. مثلا شما با ولتاژ 24 ولت AC و یه جریان 100 میلی آمپر میتونید یک جریان 630 آمپر رو قطع و وصل کنید.